خرما ارده فقط یک میانبرده سبک نیست، بلکه یک داروی طبیعیه که با خطرناکترین بیماری ها مبارزه میکنه و تمام زندگی تو رو تغییر میده. مصرف یک هفته از این ترکیب جادویی 7 راز داره که حتی پزشکان هم نمیدونن. راز اول اینه که خوردن خرما ارده باعث افزایش آهن خون میشه. دوم، باعث آب شدن چربی‌های شکمی میشه، چون ترکیباتی داره که چربی‌ها رو آب میکنه و میسوزونه. سوم، حافظه و تمرکز رو افزایش میده، چون حاوی امگا 3 طبیعیه. چهارم، نرمی استخوان رو درمان میکنه، زیرا خرما حاوی کلسیم و ارده حاوی منیزیمه که جذب کلسیم رو زیاد میکنه. پنجم، با وجود طعم شیرین قند خون رو تنظیم میکنه و از افزایش سریع انسولین جلوگیری میکنه. ششم، آرامش بخش طبیعیه و افسردگی و اضطراب رو درمان میکنه. هفتم، سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه و از سرماخوردگی های مکرر جلوگیری میکنه. روزی 3 تا دونه خرما با یک قاشق ارده صبح ناشتا بخور تا تفاوت رو حس کنی. البته به نوع خرما و ارده هم دقت کن و عاشق خودت باش و سالم بخور.